اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ما که قصد تفسیر و ترجمه قرآن عظیم الشأن را داریم، شروع میکنیم تفسیر کردن را و ترجمه کردن را با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چون که خداوند بزرگ در قرآن عظیم الشأن امر کرده است که فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. هر وقتی که اراده خواندن قرآن کردی، پناه ببر به الله سبحانه و تعالی از شیطان الرجیم. یعنی انسان مسلمان باید که در هر کار، در ابتدای هر کار به خدا پناه ببره از بدی شیطان، از شیطان رجیم. شیطان به معنای دور بدن از کار خیر، از همه خوبی ها. وقتی که هر کسی دور می شود به او شیطان گفته می شود. رجیم به معنای مرجوم، یعنی مردود و مطرود از رحمت پروردگار. حضرت امام جعفر صادق رحمه الله می فرماید که سبب این که خداوند ما و شما را امر کرده است که پیش از قرائت کردن قرآن شما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگه، سببش این است که انسان عادتا زبان خودش ناپاک میکنه با سخنهای دروغ، با غیبت، با تهمت، با سخنچینی و این چنین سخنهای ناجا و ناروا. زبانش ناپاک میکنه و برای اینکه او قرآن تلاوت کنه باید که زبانش پاک کنه با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بعد شروع کند تلاوت کلام پاک، کلام الله را با اعوذ بالله و شروع کند. چون که کلام پاک الله او پاک است و طاهر است، باید که انسان زبانش پاک و طاهر کند و بعد شروع کند تلاوت کردن را و این چنین تفسیر و ترجمه کردن را. عموما انسان مسلمان باید در هر حالت پناه ببره به الله سبحانه و تعالی از بدی شیطان، چون که انسان فقط میتواند که به یاردم خدا از شر شیطان خودش محافظت کند، نگه بدارد. شیاطین هم دوستان و برادران عزیز خب چند نمود می شوند. شیطان های جینی هستند و شیطان های انسی هستند و این چنین حیوان ها هم میتونن که شیطان باشن، همو ضرر رساناش. شیطان های جینی با این همی کلمه ها که اعوذ بالله و بسم الله و دیگر کلمه هایی که در آیات های قرآن اومدگیه، در حدیث های شریف اومدگیه، انسان خودش میتونه که با همونها نگه بداره از شیطان، از وسوسه های شیطان و از زیان و ضرر های شیطان. اینجا خداوند بزرگ میفرماید که و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. سوره اعراف 10 میگه وقتی که در وسوسه های شیطان گرفتار میشه، پناه ببر به سوی خدا و او شنوا و دانا هست. این چنین آیت ها بسیار هستند. حتی حضرت سلیمان ابن سورد خزاعی هم صحابی جلیل القدر
یکی از اصحاب بزرگ جناب پیغمبر علیه السلام هم روایت میکند که ما در حضور حضرت نشسته بودیم، دو مرد که اونو البته مسلمان بودستن، صحابی بودستن، نزد پیغمبر علیه السلام جنجال لفظی میکنن و یکی از اونها را میگه غضبش بسیار سخت شده است که حتی میگه که انتفخ وجهه، که همین روش میگه ورم کرده است، ای قهره، و تغییره و دیگرگون شده است، رنگش هم دیگر شده است. وقتی انسان قهر سختش میکنه ورم میکنه و رنگش سرخ میشه و رگوی گردنش میخیزه. پیغمبر علیه السلام گفتن که من میدونم کلمه هایی را که این انسان اگر همواره بگه این قهر غضب از او دور میشود. او آدم هم نزد پیغمبر علیه السلام اومده است. جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او را تعلیم کردن که تعوذ بالله من الشیطان، تو پناه ببر به خدا از شیطان، از بدی شیطان، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگو، این قهر غضب از تو دور می شود. بله، همین خیلی ما و شما انشاءالله که شروع میکنیم تفسیر ترجمه قرآن را با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.